احساسات تو آینده می‌سازن. سلام رفقا، من محمد غلامیم و اینجا کانال رازه، جایی برای یادگیری قوانین جهان هستی، قدرت ذهن و سفر به درون خودمون. یادتون نره شعار همیشگیمون تو خالق زندگیت هستی. اگه دلت میخواد دنیای درون تو بشناسی و زندگی تو آگاهانه بسازی، همین حالا کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن که قسمت‌های بعدی رو از دست ندی. قبل از شروع هر قسمت بهتره که یه مرور کوتاهی به قسمت قبلی داشته باشیم. تو قسمت دوم فهمیدیم که قانون جذب بر پایه افکار ما کار میکنه. هر چیزی که بهش فکر میکنیم همون رو جذب میکنیم. اما امروز توی این قسمت میخوایم بریم سراغ یه نکته خیلی مهمتر. اصل داستان قسمت سوم کتاب راز یه جمله طلایی داره: تو با افکارت شروع میکنی اما با احساساتت جذب میکنی. یعنی چی؟ یعنی فقط فکر کردن به چیزای خوب کافی نیست. تو باید واقعاً اون حس خوب رو تجربه کنی. احساسات مثل یه قطب‌نما هستن. اگه حالت خوبه یعنی تو مسیر درستی هستی و چیزای خوبی تو راهن. اگه حالت بده داری از مسیر دور میشی و چیزای منفی رو جذب میکنی. خب بهتره یه مثال ساده بزنیم. فرض کن صبح از خواب بیدار شدی و فکرت اینه باز یه روز افتضاح دیگه شروع شد. خب همین فکر حس بدی بهت میده و اون حس بد کل روزت رو خراب میکنه. اتفاقای بد یکی یکی پیداشون میشه چون ارتعاش منفی به جهان هستی فرستادی. ولی اگه همون صبح حتی الکی بگی امروز روز قشنگیه، قطعاً اتفاقای خوبی میفته. دوستان، منظور از کلمه الکی اینه که با احساس خوب اون جمله رو به کار ببرید، جوری که برای کلمه منفی با احساس اون رو بیان میکنید. این حس خوب رو کم کم به دست میاری ولی باعث میشه مغزت، توجهت و اتفاقای خوب همسو بشن باهات. به نظر من زیباترین بخش هر قسمت تمرین اون روزه. بریم سراغ تمرین امروز. چطور از احساسات منفی بیایم بیرون؟ اگه یه لحظه حس کردی که فکرت منفی شده، کاری که باید بکنی اینه: وایسا، یه نفس عمیق بکش، بعد برگرد دنبال یه چیز خوب برای فکر کردن. مثلا بدنی که سالمه و هنوز داری باهاش زندگی میکنی، سقفی که زیرش هستی، غذای ساده‌ای که امروز خوردی، یه رابطه خوب که تو زندگیته، یه خاطره قشنگ، یا حتی همین فرصتی که برای تغییر برات فراهم شده. همین لحظه که از ته دلت بابت یکی از اینها قدردانی میکنی، همه چیز شروع میکنه به عوض شدن. قدردانی سریع ترین راه برای این که احساس خوب بسازی و همون حس خوب میشه ارتعاشی که جهان بهش جواب میده. خب بهتره یه جنبندی از قسمت سوم داشته باشیم. احساس تو همون چیزیه که واقعیت رو میسازه، نه فقط فکر بلکه حس. اگه یاد بگیری حس خوبتو نگه داری، قدرت جذب دست خودته. ازتون میخوام قسمت بعدی رو از دست ندیم. تو قسمت بعدی میخوایم وارد یه دنیای جذاب بشیم.
چطور هدفهامون رو به جهان سفارش بدیم. تجسم، تصویرسازی ذهنی و فرستادن خواسته هامون به کائنات. پس اگه این مسیر برات جدیده، لایک کن، سابسکرایب کن و حتما قسمت بعدی رو ببین. تا قسمت بعد یادت باشه کلام تو، احساس تو، افکار تو دنیای تو رو میسازن و تو خالق زندگی خودتی.